زبان آموزای عزیز درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. قبلا با هم در مورد مجهول صحبت کردیم. امروز میخوایم نحوه سوالات مجهول رو بررسی کنیم. سوالات مجهول به صورت تستی، جمله سازی و شکل صحیح فعله، یا میتونن یه جمله رو بهتون بدن بگن این جمله رو مجهول کن. در مورد تستی اول ما باید تشخیص بدیم که تست در مورد مجهول هست یا نه. برای این کار چندین روش وجود داره. اگه سمت چپ نقطه چین غیر انسان باشه یا سمت راست نقطه چین اسم نباشه، یعنی مفعول نداشته باشه، احتمالاً جمله مجهوله. ببینید میگم احتمالاً، نه 100%. حالا اگه فاعل به وسیله بای در جمله گفته شده باشه، مثلا نوشته بای هیم، بای دم، بای کیت، بای مای برادر، اینا باشه یعنی جمله حتما مجهوله. و یا اینکه ما سمت چپ نقطه چین رو با اون فعلی که به صورت گزینه به ما دادن معنی میکنیم. اگه شدن بگیم تو فارسی یعنی جمله حتما مجهوله. مثلا تو تست شماره 32 توی امتحان خرداد 1404 ببینید الان سمت چپ نقطه چین نوشته دیوان حافظ. حالا با اون ترنسلیت معنی میکنم. اگه شدن بگم یعنی جمله مجهوله. میگم دیوان حافظ ترجمه شد یا ترجمه شده است. ببینید الان دارم شدن میگم، پس جمله حتما مجهوله. حالا یه روش خیلی ساده هم هستش که روش تستیه، ولی اینم احتمال داره بچه ها جمله مجهول باشه، 100% نیست، احتمال داره. ببینید اگه گزینه های یک تست در مورد زمان بود، الان ببینید مثلا همین تست شماره 32 رو translates زمان حال ساده است، translated گذشته ساده است، was translated مجهوله، has been translated مجهوله. خب گزینه مجهول چه جوریه بچه ها؟ اونیه که فعل to be داره، یعنی am, is, are, was, were, be, being, been داره و قسمت سوم فعل. ببینید الان نمیشه was translated، been translated، پس اینا مجهوله. اگه شما دیدید که تو گزینه‌ها یک تست که در مورد زمانه گزینه مجهول داریم، یعنی به احتمال زیاد اون تست در مورد مجهوله. البته بازم تاکید میکنم به احتمال زیاد، نه 100%. یعنی الان تو این تست احتمالا یا جواب C درسته یا جواب D. حالا ما از کجا بفهمیم کدومه بچه ها؟ همیشه زمانها یه علامتی داره. مثلا نوشته yesterday دیروز، من بفهمم که زمان گذشته است. مثلا نوشته now، بفهمم که زمان حال استمراریه. مثلا نوشته tomorrow، بفهمم که زمان آینده است. الان میبینید نوشته since the 8th century. خب وقتی since و for بیاد، اگه یادتون باشه این علامت زمان چی بود؟ ماضی نقلی، زمان حال کامل. یعنی با توجه به این موضوع میشه جواب دی، یعنی has been translated، یعنی ترجمه شده است. ببینید گفته دیوان حافظ ترجمه شده است به زبانهای بیشماری از قرن هشتم. رو با هم دیگه حل میکنیم. تست 39 شهریور 1404. الان ببینید اول روش تستیش که براتون گفتم. الان من میبینم گزینه ها در مورد زمان. الان پولوت زمان حال ساده است، has polluted زمان ماضی نقلیه، polluted گذشته ساده است، has been polluted مجهوله. خب الان بهتون گفتم اگه تو یه تستی من دیدم گزینه مجهول دارم و در مورد زمان ها بود، به احتمال زیاد اون گزینه مجهول درسته، یعنی به احتمال زیاد جواب دی درسته. ولی بهتون گفتم به احتمال زیاد، نه 100%. برای اینکه مطمئن بشم، ببینید الان قبل از نقطه چینو با اون فعل معنی میکنم. اگه شدن بگم تو فارسی یعنی اون جمله مجهوله. میگه آن آلوده شده است با آلومینیوم.
خب آن آلوده شده از شدن دارم میگم، پس 100% مجهول، واسه همین جواب دی درسته. الان معنی کل جمله هم اینه، میگه شنا نکنید در این رودخانه چون آن آلوده شده است با آلومینیوم. یه تست دیگه بچه ها، تست شماره 32 مربوط به خرداد 1403. ببینید الان دوباره من گزینه ها رو نگاه میکنم. الان تو گزینه ها میبینم راجع به زمانه. الان has been translated مجهوله، were translated مجهوله، had translated ماضی بعیده، have been translated دوباره مجهوله. خب یعنی به احتمال زیاد این تست در مورد مجهوله. برای اینکه مطمئن بشم سمت چپ نقطه چین و این فعله رو معنی میکنم، اگه شدن بگم جمله یعنی 100% مجهوله. میگه شعرهای نظامی ترجمه شده اند. ببین شدن دارم میگم، چون شدن میگم 100% مجهوله، یعنی به غیر از سی بقیه میتونه جواب باشه. حالا از کجا بفهمم کدومه؟ همونطور که گفتم باید ببینم قید زمانش چیه، علامت زمانش چیه. دوباره ببینید نمیشه since the last century، یعنی الان since داره، پس علامت زمان ماضی نقلیه، یعنی یا جواب A یا جواب D. حالا چون گفته شعرهای نظامی یعنی به صورت جمعه، پس میشه جواب D، یعنی have been translated. میگه شعرهای نظامی ترجمه شده اند به زبانهای بیشماری از قرن گذشته. بعد دقت میکنید سوالاش همشون تقریبا شبیه همدیگه هن. حالا بریم سراغ سوالهایی که گفته شکل صحیح فعل داخل پرانتز رو تو جای خالی بنویسید. ببینید الان سوال 37 توی خرداد 1404 به من گفته ماست اوبی و شکل صحیحش رو تو جای خالی بنویس، یعنی در واقع زمان فعل رو گفته درستش رو بنویس. من الان وقتی میبینم نوشته by everyone آخر جمله، یعنی به من داره میگه اینو به صورت چی بنویس؟ به صورت مجهول. حالا برای اینکه اینو مجهول بنویسم، این فعل رو مجهول بنویسم، اول باید اون فعل اصلیمو، اون مین وربمو بیام پس پارتیسیپلش رو بنویسم، یعنی اون صفت مفعولیش رو بنویسم. اوبی با قاعده است ایدی میگیره میشه اوبید. حالا قبلش اون شدنه. هر وقت افعال مودال باشه بچه ها، من بعدش باید یه بی بگم، یعنی مثلا کم باشه میگم کم بی، must be، should be، have to be، has to be، maybe، might be. پس الان چون ماسته من باید بگم must be obeyed جای خالی. حالا سوال 29 شهریور 1404 ببینید گفته دوباره شکل صحیح فعل تو دیسکاور رو تو جای خالی بنویسید. خب حالا من اول باید ببینم جمله معلومه یا مجهول. بچه هر وقت میگه شکل صحیح فعل بنویس، اول شما باید ببینید جمله معلومه یا مجهول. خب گفتم چجوری میفهمم؟ قبل از نقطه چین و این فعله رو معنی میکنم. اگه شدن بگم جمله یعنی مجهول. ببین میگه پنسیلین کشف شد، شدن میگم، پس این جمله الان باید مجهول باشه. من دیسکاور رو اول پس پارتیسیپلش رو مینویسم، چون با قاعده است ایدی میگیره میشه دیسکاورد. حالا قبلش شدن، من باید ببینم جمله چه علامتی داره، چه قید زمانی داره که از روم بفهمم زمان جمله چی بوده. الان میبینید ون اومده. وقتی ون بیاد بچه ها یک طرف گذشته ساده باشه، سمت دیگه میشه گذشته استمراری. حالا این اومده برعکس داده، یعنی ونو داده، اون گذشته استمراری رو نوشته was working، پس قبلش میشه گذشته ساده، یعنی اون شدنه رو بچه ها من باید چی بگم؟ was over. چون پنسیلینه پس من باید بگم was، پس میشه penicillin was discovered. پس میشه پنسیلین کشف شد کاملا تصادفی وقتی فلمینگ کار میکرد روی باکتری ها. سوال بعدی سوال 40 شهریور 1404 ببینید گفته که در هر یک از مکالمه‌های کوتاه زیر شکل صحیح گرامری افعال مشخص شده رو بنویسید.
الان زیر ماسپی خط کشیده، میبینید الان قبل از نقطه چی نوشته؟ بیل، صورت حساب. چون غیر انسانه احتمالاً باید این به صورت مجهول باشه. برای اینکه مطمئن بشم اون بیلو با این پی معنی میکنم، اگه شدن بگم جمله مجهوله. میگه اون صورت حساب باید پرداخت بشه. میبینید شدن، پس چون شدن گفتم مجهوله. پس اولا پی و پس پارتیسیپلش رو مینویسم بچه ها. باید از حفظ باشم اون افعال بی قاعده رو. پی، پید، پید. پس قسمت سومش میشه پید. حالا چون ماست اومده بعدش یه بی میگم، یعنی میشه ماست بی پید. میگه صورت حساب باید پرداخت بشه قبل از ترک رستوران. سوال 42 شهریور 1404. دوباره ببینید مثل قبلی گفته می پرودوس رو بیا شکل صحیحشو بنویس. دوباره الان قبلش میبینید گسز نوشته، یعنی به احتمال زیاد این شکل صحیح فعلش باید به صورت مجهول باشه. برای اینکه مطمئن بشم معنی میکنم. اگه شدن بگم جمله یعنی مجهوله. گفته گازها ممکنه تولید بشن. شدن دارم میگم. چون شدن میگم پس مجهوله. پس اولا پرودوس و پس پارتیسیپلش مینویسم با قاعده است ایدی میگیره میشه پرودوست. حالا دوباره چون می اومده بعدش یه بی میگم، یعنی می بی پرودوس. معنی جمله هم اینه که میگه بعضی از گازهای خطرناک ممکنه تولید بشن وقتی زباله سوزانده میشه. یه سوال دیگه که در مورد مجهول میاد جمله سازیه. برای جمله سازی اکثر زبان آموزا عادت دارن هی میگن فاعل، فعل، مفعول، قید حالت، قید مکان، قید زمان. ولی بهترین کار اینه که شما معنی کلمات رو بالاش بنویسید، بعد ببینید تو فارسی میخواید چی بگید همونو به انگلیسی برگردونید. تفاوت اصلی که بین فارسی و انگلیسی هست اینه که توی فارسی من صفت رو بعد از اسم میگم، مثلا میگم ماشین قرمز، اون انگلیسی زبان میگه قرمز ماشین، a red car. دوم این که من فارسی زبان فعل و آخر میگم، اون انگلیسی زبان بعد از فاعل میگه. مثلا من میگم من در کلاس بودم، اون انگلیسی زبان میگه من بودم در کلاس. حالا سوال 39 خرداد 1404 رو با هم دیگه حل کنیم. ببینید اولا معنی کلمات رو بالاش می‌نویسم. landfill محل دفن زباله، by workers به وسیله کارگران، should باید، taken بردن، garbage زباله ها. اون بی که معنی شدن داره، یعنی اون should be taken با هم دیگه است که به صورت مجهوله، یعنی باید برده بشه. بعد میبینید علامت سوال داره، یعنی باید جمله سوالی باشه، یعنی اون should باید بیاد اول جمله که معنی آیا بده. خب یعنی من میخوام بگم که آیا زباله ها باید برده بشن به محل دفن زباله به وسیله کارگرها؟ پس من میگم که should garbage be taken to landfill by workers. سوال بعدی سوال 33 در مورد شهریور 1404. ببینید الان دوباره یه سری لغت داده به من، گفته با اینا جمله بگو. گفته با مرتب کردن کلمات داده شده مکالمه‌های کوتاه زیر را کامل کنید. الان داخل پرانتز نوشته results نتایج، inform اطلاع دادن، weren't حالا معنی شدن داره چون نمیشه weren't inform یعنی اطلاع داده نشدن. about یعنی درباره، میخواد بگه به ما اطلاع داده نشدند درباره نتایج. یعنی من میگم we weren't informed about the results. سوال بعدی مربوط به خرداد 1403 سوال 38. دوباره ببینید الان من نگاه میکنم نوشته can be بعد used داره، پس این باید به صورت مجهول باشه، یعنی اون can be used با هم دیگه است، یعنی میتونه استفاده بشه. حالا من معنی کلمات بالاش مینویسم، میبینم میخواد بگه که همه انواع زباله ها نمیتونه استفاده بشه برای تولید سوخت. خب یعنی من میگم not
all types of waste can be used to produce fuel. این سوالاتی که حل کردم نمونه سوالای مجهول بود، ولی حتما باید باز خودتونم در این مورد سوال حل کنید که کاملا در مورد مجهول مسلط بشید. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اشکالاتون در مورد مجهول حل شده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا بتونم بازم براتون ویدیوهای جدید بسازم.